سومی که در خدمت سروران عزیز هستیم آزمایش تعیین خمیر نرمال سیمانه. در خمیر نرمال سیمان به وسیله این دستگاه انجام میشه به نام دستگاه ویکات. دستگاه ویکات از قالب ویکات میله آب سنج به وزن 300 گرم، قطر میله آب سنج 1 سانته و مدرج هست. برای تعیین دستگاه ابتدا میله آب سنج رو روی قالب قرار داده و عدد 0 رو شیاری که روی میله آب سنج هست روی عدد 0 میزون میکنیم توی این زمینه. آب نرمال زمانی است، غلظت خمیر نرمال من زمانی به دست میاد که میله آب سنج به وزن 300 گرم به مقدار 33 تا 35 میلیمتر داخل خمیر فرو بره. زمانی است که میله آب سنج به وزن 300 گرم 33 تا 35 میلیمتر داخل خمیر فرو بره. چنانچه میله آب سنج به وزن 33 گرم به وزن 300 گرم در مدت 33 تا 30 ثانیه به اندازه 33 تا 35 میلیمتر داخل خمیر فرو بره، به اون خمیر میگیم خمیر نرمال. برای انجام آزمایش ما به 300 گرم سیمان نیاز داریم. آب نرمال برای انواع سیمان‌های پورتلند بین 26 تا 33 درصد وزن سیمانه. برای انجام آزمایش ابتدا 26 درصد 300 گرم یعنی 78 گرم آب آماده می‌کنیم. همزمان با ریختن آب داخل سیمان کرونومتر رو روشن می‌کنیم و برای زمانمون بعد از گذشت 4 دقیقه مثبت و منفی 15 ثانیه یعنی بین 3 دقیقه و 45 ثانیه تا 4 دقیقه و 15 ثانیه خمیر رو ورزداریم و بعد حداقل 6 بار به فاصله 15 سانتی متر پرتابش می‌کنیم تا تشکیل یک گلوله بده. خمیر نرمال رو از سر گشادی قالب واردش می‌کنیم، در پوش رو می‌ذاریم روش، برش می‌گردونیم، ویبرش می‌کنیم و بعد شروع می‌کنیم روش رو صاف کردن تا کاملا ارتفاع قالب ما برابر در بیاد و یه سطح صاف برای ما مشخص بشه. قالب رو میذاریم زیر دستگاه ویکات و روی عدد 0 میزون میکنیم. بسته میاریمش وسط قالب، همزمان با باز کردن این پیچ کرونومتر رو روشن میکنیم و اجازه میدیم که میله آب سنج به مدت 30 ثانیه داخل خمیر فرو بره. بعد از 30 ثانیه پیچ رو میبندیم و زمان رو اندازه گیری میکنیم و میزان فرو رفتن رو اندازه گیری میکنیم. چنانچه میله آب سنج در مدت 30 ثانیه به مقدار 33 تا 35 میلیمتر داخل خمیر فرو بره، اون خمیر نرماله و به اون میزان آب میگیم آب نرمال.